درود بینندگان عزیز، بعد تنفس طولانی برنامه هم قلم و هم علم اینک باز منظور شماست. امروز در مهمانی برنامه قرار دارند یکی از ژورنالیستان تجربه دار، سابق معاون نشریه جوانان تاجیکستان، امروز کارمند نشریه جمهوریت، رجب علی اسمت اللهیف. استاد به برنامه خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. استاد، شما پیرهی زندگی را از فوتبال آغاز کردید ولی این پیرهی را ادامه نداده به سوی کتاب رفتید. چه سبب شد؟ آرزوهای بچگی است. در بچگی در جوانی انسان آرزوهای زیاد دارد و یکی از آرزوهای من همین بود که من باید فوتبال باز شوم، فوتبال بازی خوب شوم. از اینکه در جوانیم در نورسیم خوب فوتبال بازی میکردم و در صنف 8 الکی مقصد گذاشته بودم که من به انستیتوت تربیت جسمانی داخل میشوم و هنری فوتبال بازی رو در آنجا تکمیل میدیم و یک فوتبال بازی خوب میشوم. ولی با گذشت وقت پس از 1 سال دیگر وقتی که به صنف 9 گذاشتم این آرزویم تغییر خورد و رو آوردم به نوشتن خبر و مقاله ها در گازیته ناحیوی. آن زمان نامش بیرق لنینیزم بود، ناحیوی حصار بیرق لنینیزم بود که امروز اسمش حصار شادمان است. و طول صنف های 9 و 10 مکتبخوانی یکی از خبرنگارانی مخبران دهات میگفتن اون وقت فعال بودم. خبر و مقاله هایم زود چاپ میشدن در روزنامه ناحیوی و بعداً در روزنامه پیانیر تاجیکستان و گاهی در کمسمال تاجیکستان. همینطور من شغلم را دیگر کردم و میخواستم ژورنالیست شوم، ولی آرزوی ژورنالیستی هم آن زمان عملی نگردید. وقتی که حجت ها را آوردم با دسته مقاله هایی که چاپ کرده بودم مخصوص در دلا جمع کرده بودم آوردم به اون وقت انیورسیته دولتی تاجیکستان فاکولته ژورنالیستیک گفته به آمدن گفتن که به فاکولته فیلولوژی حجت میسپرد. بعد از کورس 3 آنهایی که استعداد دارن با یک گروه تشکیل میکنن، با گروه ژورنالیستیک شامل میشوید. ولی که این چیز نصیحه بود من باور نکردم و حجتهایم رو نسپردم و فاکولته فیلولوژی تاجیک. پس از این خواستم که حقوق شناس شوم، ولی برای حقوق شناس شدنم پدرم مانعگی کردن، گفتن که نمیخوام که پسری من حقوق شناس شود. این اون زمان فکرشون همین خلاص فکری موسفیدی پدرم بود که یک کس را صد کند. گفتم پدر جان اگر این خیل باشد پس من با انستیتوت طبی حجت میسپرم. اینجا هم پدرم ناراضگی کردن، گفتن که پسرم زبان روسی رو نمیدونی، از دیهات رفتگی، خیلی لاغر هستی، خراب هستی، اینجا این کسبم برای تو نمیشود. 1 هفته فکر کردن، بعد گفتن که حجت ها را در فاکولته شرقشناسی بود است در همون انیورسیته همونجا سپر. گفتم اونجا هم دوستان رفیقام همونجا حجت سپردن، برکی هم همونجا سپر. گفتن که هم فاکولته زورش همین. بعد با فاکولته شرقشناسی حجت سپردیم، استودنت شدیم، تمام کردیم. همینطور وای شد کسب ژورنالیستی، لیکن هنر ژورنالیستی کسب ژورنالیستی که در دلم بود و نسبتش هوس داشتم. خیلی باز با مرور زمان جامعه عمل پوشید. بعد از 3 سال 3.5 سال ختمی دانشگاه در افغانستان کار کردم به حیث ترجمانی زبانی فارسی. پس از بازگشت سال 1980 تقریبا ماهای ایول بود به روزنامه کمسمال تاجیکستان و کار آمدم. این هم
با میانجیگری یک دوستم نویسنده خلقی تاجیکستان شادروان الجانبک اکابر که میانجیگری کرد و گفت هنری ژورنالیستی نوشتن داری، بیا در همین گزیده جوانان به کار درآ. پس از مهلت سنجشی مرا به کار قبول کردند و من طوری که میگویند به همون مقصد خودم، به آرزوی خودم رسیدم و ژورنالیست شدم. سالها در کمسمول تاجیکستان منبع جوانان تاجیکستان بازی‌های فوتبال را با اشتراک پامیر دوشنبه شرح می‌دادید. شما شاهدی از لیگ یکم فوتبال اتحاد شوروی برآمدن دسته آزادار پامیر دوشنبه شده بودید. از آن دوره چه خاطره‌های عجیب دارید؟ خاطرها خیلی خیلی زیادن. اون زمان دوره که حاضر میگیم که فوتبال محبوبیت زیاد داشت، اون زمان هم خیلی محبوبیت داشت. مخلصا خیلی خیلی زیاد بودن و روزنامه زمانی که من سردار شعبه سپورت حربی و تندرستی بودم، بیشتر به بازی‌های ملی از قبیل گوشتنبری، پایگاه، اسب دوانی، بزکشی و مانند اینها، ولی اصلا انعکاسی وسیع فوتبال در مد اول بود. بازی‌های دسته پامیر رو با اشتراک دسته‌های دیگر، تیم‌های دیگر شرح می‌دادیم، گزارش‌ها می‌نوشتیم، با فوتبال بازان بهترین مصاحبه‌ها تشکیل می‌کردیم، لوحه می‌نوشتیم درباره‌شان و همینطور یک زیاد بود. خاطره از اینکه از لیگ یکم به لیگ عالی گذشت، دو خاطره بسیار خوب دارم. یکیش در مسکو صورت گرفت. دسته پامیر همان سال یکی از داوطلبان اساسی به لیگ عالی فوتبال SSR برآمدن را داشت و در مسکو با دسته یا تیم CSKA مسکو دیدار انجام میداد و از تاجیکستان طوری که میگویند چارتر ریس، پروازهای غیر نقشه‌ای، خطا نکنم یک 3-4 هواپیما از همینجا تشکیل کردن به مسکو، مخلصا را روان کردن برای جانبداری از دسته پامیر و خوشبختانه با کار خصوصی هم من و یک دوستم همان لحظه ها در مسکو قرار داشتم و از اداره روزنامه هم به من سفارش شد که از مسکو همون شب بازی را طور خطی گزارشش را نوشته میفرستم و از در صبح یکی از همین پاساژیرها یا مسافرهایی که از اونجا میآید همون گزارش را به ردکس میرساند. در بازی خیلی خوب گذشت، حساب بازی کشاده نشد، مساوی بود. در اون دیدار یکی از سابق فوتبال بازان پامیر الک شیرینبیکوف که خودش زاده شهر نو است در دسته پامیر بازی میکرد و بعداً به دسته ترپیدو گذشت. در همونجا وا خوردیم، آمد ما را شناخت، کنار ما نشست، خیلی با صمیمی صحبت کردیم و مخلصان دیگر نمیگذاشتند، از بالا همه کف میکوبیدن و اشتاق میکشیدن و دعوت میکردن که به نزد ما بیا. بعد میگفت که ببینید مخلصا چقدر به ما احترام دارن، اعتقاد دارن، اخلاص دارن، اگر حاضر من نزدشان رفته با آنها یک دست به دست زیارت نکنم شاید برنجم. این چیز بسیار تاثیرناک بود که فوتبال باز مخلص را احترام میکند، مخلص فوتبال باز را. و اون بازی گفتم که مساوی انجام یافت. بازی دیگر بازی به نهایت حل کننده بود. دسته پامیر با دسته پختکار تاشکند در تاشکند دیدار انجام میداد. ما یک گروه دوستان رفیقان از دهه با 2 ماشین، من با ماشین خصوصی خودم و یک رفیق دیگه با ماشین خصوصی خودش، خلاصه 10 نفر شده
با تاشکند رفتیم 2 روز پیش از آغاز بازی چنان مخلص رفته بود که اگر تصور میکنید همین ولایت سرخندریا مثلا همین ترمیز، بایسون، دهقان‌آباد، سر آسیا، کتاب اینجاها قریب بیشتری مردمش مخلص کماندی پامیر بودن، دسته پامیر را مخلصی میکردن. وقتی که ما رفتیم بازی آغاز شد، من ورزشگاه پر از مخلص بود، یعنی که مملو از تماشابین بود. یک طرف تمام مخلصایی که رسما و یک شدگیان نامنویس شدگیان در همون قسمتی که با مهمانان جا دادن، با مخلصان مهمان همونجا جا گرفتن. ما که با اختیار خود رفته بودیم در بین مخلصای پختکار تاشکند افتادیم. همین هر باری که حمله میکردن یک از جامو میخستیم، از پس سرمون یا یک سیگارت می اومد یا یک کاغذ می اومد میزدن. بعد این یک عادت مخلصی است. یک رفیقمون بسیار وای بود، اونقدر مخلص فوتبال نبود، برای همین سیاحت و این چیزاش همراهی با ما همراهی میکرد. تیم نمیدوند کدام تیم وای میکنه، از جوش میخزد که پس سرش کاغذ میپرته از سیگارت همین دست میکنه، وای سوختم بگیره ای بوش. بعد میگه خیلی رویم فوتبالش این باشد، من دیگه فوتبال نمیدونم. ای صبر کن، اولی عادت میکنی چنان مخلص میشی که دیگر دل کنده نمیتوانی. خلاص همین دوستی ما به درجه مخلص شد فوتبال بکی دیگر هر روز فوتبال که در اینجا در ورزشگاه دوشنبه میشد، همین ساعتی 10-11 پیدا میشد، از کار جواب میگرفت. می اومدیم همین کل جوانان با اینجا دیگ و طبق و همه چی میدادن. بعد آشی پلاو پخته و تا ساعت هم آغاز فوتبال نیم ساعت استراحت کرده با فوتبال. مردم همه جمع می اومدن، فکر میکردید که روز فوتبال در همین اطراف کل کمسمال بود. او وقت ورزشگاه مرکزی یک توی باشد، یکم و جشن باشد، مردم اومده استراحت میکردن، دم میگرفتن و پس از بازی حتما با دماغ چاق با بر میگشتن، برای آنکه کم بازی بود که پامیر در خانه خود در میدان خود بازی را باخته باشد. این خاطره است که در یک عمر در یاد میماند. شما 5 ماه معلمی نیست کرده اید، آیا فقط برای معاش بلند داشتنش؟ بله، برای معاش بلند بود. این سبب دارد، طوری که گفتم من فاکولته زبانهای شهرشناسی شعبه فارسی را تمام کردم. زمان دانشجویی حجتهایم را برای به افغانستان رفتن وزارت کارهای خارجی گرفته بود و آمادگی می گرفتن و به من در وزارت کارهای خارجی یکی از کارمندان اون وزارت گفت که شما برای اون که معاش خوب گرید یک اون معلم کار کنید، یک کسب یابید که معاشش بلند باشد. بعد فکر کردم چی کسب باشد؟ گفتم از همین کسب معلمی دیگه بلندتر اون زمان معاش نبود. بعد گفتم باشد. بعد اومدیم همین من خودم از رایون حصار نم حاضر که رایون حصار جدا شد از رایون شهرنو می شود. در همین وای شعبه معارف یک 3-4 روز می اومدیم می رفتیم برای کار در آمدن. مدیری همون معارف ما 2 نفر که از فاکولته شهرشناسی با چی میگن توصیه نامه با شعبه معارف حصار فرستاده شده بودیم. مدیر معارف وعده داد که زبان فارسی میکشیم در 2 مکتب همین نوعی حصار، یک در یک مکتب دیگر در مرکز حصار کار میکنند. از بین چند مدت گذشت، وزارت معارف ویش انتظار شدن، نتیجهش معلوم نشد. یک نفر از دیرکتورهای مکتب اومد همونجا گفت کسی که اینجا وای دارد رتبه افسری دارد.
من گفتم از دانشکده آموزگاری رو تموم کرده بودن، من که دانشگاه ملی رو گفتم من رتبه افسری دارم. بعد گفت که مکتب ما میروی؟ گفتم مکتبتون کجا؟ گفت که دهه لالگی دره الماسی، مکتب رقمی 35. معلم فیزروک و چی و این روک میشوی. گفت معلمی دفاعی حربی، یک ستافکش گفت 100 روبل است، یعنی 8 ساعت گفت درس میدی 100 روبل میگیری. این خیلی 16 ساعت درس میدی، بعد یک ستافکه میشود، بعد 100 روبل میگیری. گفتم خیلی این خیلی باشد با چی؟ بعد گفت که خیلی با درس میدیم تا و رهبر سینف میمونیم تا معاشت تا همه 170 180 سوم میشود. گفتم شد، راضی شدم. رفتم که اونجا گفتن که نه دیگر شد گپو، یک نفر دیگر اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی را مدافعی همین و معلمی دفاع حربی و کردن. و بعد به من گفتن با چی کسب دارید؟ مثلا زبان ادبیات. و من گفتم که سرود، من با سرود دید درسی سرود در کردم میتونم. و گفتن که اسباب موسیقی چی می نوازید؟ گفتم رباب. بعد رباب آوردن، ضبط شد، بود دیرکتر همونجا بود، یک معلم دیگه. بعد خیلی من رباب نواختم، جور کردم رباب نواختم. گفتم که شد سرود سیمفوی 4 5 به 7 به. بعد با زبان ادبیات سیمفوی 4 و 7 به. خب کروژاک گفتن، خواننده همون از 500 چند نفر زیاد است. کروژاک هم در هفته یک بار میگذرانید، یک ماه 4 باشد 50 سوم 50 روبل اون زمانو میگیره. راضی شدم. همین قضیه خیلی خلاصه معلمی کردم تا ماه فوریه دعوتنامه اومد از طرف وزارت گئولوژی اسر به حیث مترجم یا ترجمان زبان فارسی در افغانستان فعالیت کردم 3 سال بیا. بعد تا سال 80 هم ژورنالیست، هم ترجمان، هم تاجر و مدت از سال 1994 تا 96 رانندگی هم کرده اید. دوران رانندگی شما آیا خاطره های خوش هم داره؟ زندگی در کدام حالتی که نباشد خاطره دارد. خاطره های خوش هم دارد، خاطره های غم انگیز هم ناخوش هم دارد. ولی من نمیدونم خوشحال باشم چی باشم که همیشه در زندگی خاطره های نیک دارم. این هم سال 94 بود. من از روزنامه جوان تاجیکستان به نسبت آنکه به خاطر آنکه زندگی سخت بود، خانواده فرزندان را باید نگاه کردن در کار بود، شرایط بسیار وزنی بود، با معاشی که در روزنامه جوانان تاجیکستان میدادن هیچ بود، صفر بود، با اون هیچی کار کردن نمیشد. مجبور شدم که 3 ماه معاش من نگرفته از ادارت به عریضه به چی ترک کنم روزنامه را. و یک مدت بیکار گشتم، گفتم میروم روسیه، میرم یا اونجا میرم کار میکنم که نشد. بعد یک دوستم گفت که ماشین داری، گاز 24 تا ولگا داری، اون اکنون ماشین از همه معروف و قول تعریفیش همین گاز 24 تا بود. این ماشینایی که امروز برآمدن نبود. گفت همین داری؟ گفت از همین ودن اساس نگفت استراوشن، گفت پنجکین، گفت خوجن، گفت آخی تاکسی رانی کن، گفت زندگی تمیوی. خیلی خلاصه با راهنمایی همون آشنام دوستم بعد اومدم. خلاصه از ماه 15 ماه ایون میبر آمدیم تا بعضا 15 20 ماه اکتبر تا 1 ماه نوامبر. اغبا این خیلی نبود، تونل نبود، این خیلی راه ها درست نبود، راه های کندگی ولنگاری دوره همون زمان شوروی که قریب 40 سال روی تعمیر دیگه نبودن. خیلی تاکسی رانی کردیم. قسمت بود است در این مدت با بچه ها با مردم زیاد شناس شدم، آشنا شدم، احترام میکردن، بسیارش معلم میگفتن، بعضیش کریسپاندنت میگفت، بعضیش مرا کمپازیتر میگفت، کریسپاندنت غلط کرده کمپازیتر میگفتن.
خلاصه دوستای زیاد یافتم در پست ها که اون زمانی اونقدر آرام و آسوده نبود. پست هایی که میگذاشتیم بعضا مورد آدم ها رو غم میدادن، ولی از این که من همون چی گویم همون حجتی روزنامه نگاری هم که همراه هم بود، بعد حجتی و اتفاق ژورنالیستانی SSR، بعد همون قطعی من 2-3 پست پر نشان دادم، گفتم برادرها من از خرسندی و از خشم به این راه نبر آمدم، من همین خیلی انسانم. خلاصه زود فهمیدن، دیگر میگذاشتم احترام میکردن، سخنهای خوب میگفتن، روی سفید میگفتن. از همین کارمندای دیگه این پاست های گی هم بعد خاطره های نیک دارم میگفتم که چقدر انسان های خوبن که همین وضعیت انسان رو میفهمن، درک میکنن. خصوصا منطقه قسمتی همین طرف سوخت که میروید نهایت سطح فرهنگ و مدنیت و معاشرتشون بسیار بلند بود. ژورنالیست بسیار احترام میکردن. خاطره های نیک دارم. پس از خودم اکام همین ماشینم قطعی با همین تاکسی ران شد. پاسا با نگاه داشته اکام با میگفتن که کجا شد، ایران رفته که کار ترجمانی قطعی سلام رسانید. خاطره هم خیلی خوش است. هر کجایی که کار کردم رفتم زندگی کردم، فقط خاطره های نیک دارم، دوستان زیاد پیدا کردم. شما را نزدیکان و همکاران از خورده تا حال با لقب بچه رئیس یاد میکنند. واقعا رئیس بچه گفتن مردم به شما سخت نمیرسید؟ نه، چرا این چیز در هنگامی در فاکولته شرقشناسی خواندنم یک نفر دیگر را بچه رئیس میگفتن. این لقب قطعی مشهور بود در فاکولته. شادروان اسمش دولت جمعیف. ما وقتی که به روزنامه کمسمول تاجیکستان آمدم، بعد چیزی شد که پرسیدن که پدرت چیکار میکند؟ گفتم پدرم رئیس کلخوز. بعد این رئیس بچه بود است گفته دیگه همکارا. بعد همین بچه رئیس گفتن. از این من وقتی که انسان گپ رو میزند بچه رئیس میگوید، اون از طرز بیانش معلوم می شود که همین گپ رو با یگان غرض، با یگان وی میگوید یا اینکه از دل صاف میگوید. همون چهرهش خودش همین میگوید که زیر گپی بچه رئیس یگان غرض ندارد. برای همین از این من یگان وقت ناراحت نمیشدم. حتی چرا بچه رئیس رو بچه رئیس میگویم، بچه پرزیدنت رو بچه پرزیدنت میگم، بچه پروکورور رو بچه پروکورور، بچه سود رو بچه سود، بچه دهقان رو بچه پودمان رو میگم بچه پودمان. از این چی یگان جای رنجش ندارد. و این رو همون همکارایی که سالهای پیش در جمهوریت این چی نیست. این فقط هنگامی کار در کمسمول تاجیکستان بود. خورشید اتابا در یک صحبت گفتند که زمان دوره‌های طلایی پامیر دوشنبه به هجوم کننده معروف این دسته وازگن مناسیان با زبان تاجیکی نامه نوشته بودند و او به آن مکتوب با زبان تاجیکی پاسخ داده و ارمغان زیادی فرستاده بوده است. آیا به شما که با شادروان وازگن مناسیان دوستی داشتید باری در مورد این خاطره ها چیزی گفته بود؟ واقعا از تمام گوشه و کنار جمهوریمون نامه ها می آمدن. نامه ها موضوع های گوناگون داشتن. یکی میخواست که با مثلا فوتبال باز دوست داشته است وازگن مناسیان یا محسن محمدیوف یا الک شیرینبیکوف یا حکیم فضل و هاکذا شناس شود، مکاتبه کند، آدرس میپرسیدن. یکی میخواست که یعنی درباره فعالیتی الان فوتبال باز با ما معلومات دید. این خیلی گپ ها زیاد بود و خاطرم هست که در یکی از صحبت ها وازگن مناسیان با من گفت، پیش از اون که من به این صحبت گذارم صحبت کردیم، وازگن مناسیان با من گفت که به من نامه ها زیاد می آیند از هر گوشه و چیز. من تا حد امکان وقتی هم
با اونها پاسخ میدم، جواب میگردونم. بله در همین خصوصی که همین خیلی مورد بود، یک نفر گفت همین خیلی نوشته است، من اون تاجیکی را گفت اون وقت نمیفهمیدم. خیلی خانومم گفت، اویلم گفت ترجمه کرد، من این را فهمیدم. به همین مخلص هم گفت وین پیلو بعضی ارمغان های همین و یه فوتبال پامیر رو گفت فرستادم. این خیلی مورد ها می شود و من پیش از این که این صحبت کند ما یک صحبت دیگر داشتیم. بعد من گفتم که گوش کن وزگین، از من بسیار میپرسن که از همه فوتبال باز وزگین من نیستن پرسید که خوراک دوست داشته او کدام نوع خوراک است. گفتم یک چیزی عادی است، لیکن خواننده میپرسد ما هم به همین سوال باید پاسخ گیریم. بعد گفت که همین یایشنیته که همراه پمیدور و پیاز پخته می شود، یعنی حملت برین و میکنن. همین خوراک اگه به خوراک غذای بهترینی من است. خیلی در این مورد همین خیلی خاطره هست. وقتی قربان علی رحمانزاده سرمحرر روزنامه جمهوریت تعیین گردید، شما را سرمصحح تعیین نمود. اکثریت بر آن عقیده‌اند که محرری ژورنالیست را از نوشتن دور میکند. شما به این عقیده راضیید؟ نه، این طور نبود. شاید نادرست فهمیدید. این طور نبود. زمانی که قربان علی رحمانزاده آمد، من 2 سال معاون سردار ریاست کاتبات کار میکردم و هم شارح ورزشی روزنامه بودم. هم مسئله های ورزشی رو در روزنامه انعکاس میکردم، هم همزمان مسائل ورزشی رو، مسئله های ورزشی رو انعکاس میکردم و معاون سردار ریاست کاتبات بودم. وقتی که سن من به نفقه رسید، بیشتری کارمندایی که به نفقه می برآمدن جواب میدادن، رخصتشو میدادن، میرفتن، بازنشسته میشدن. زمانی که من به نفقه برآمدم، قربانزاده خب قربان علی رحمانزاده مرا دعوت کرد، گفت که اکا گفت ما شما را جواب نمیدیم، شما برای همین جوانهای اداره در کار روزنامه ما شما را با معاش سر متخصص در شعبه مصححان سر مصحح تعیین میکنیم. وظیفه اساسی شما کادر تیار کردن، املا، تحریر، نوشتن مقاله رو با جوانها یاد میدید، شاگرد تیار میکنید و با همین مقصد من بعد به شعبه مصحح ها آمدم و تا امروز در این شعبه کار میکنم. شاگردای زیاد دارم، بسیار میپرسن، مقاله می نویسن، جوان ها مقاله هاشون رو میبیارن، مصلحت میپرسن پیشکی، باز میبیارن برای خواندن که مدیر شعبه دارن، شعبه هست، باید اونها وظیفه اونها هست، می آین میدونند که من یک آدمی وی هستم که هیچ گونه گفته نمیتونم. هر کسی که مراجعت کرد من میگم به جوان ها ما وظیفه ما است که ما جوان ها را یاد دهیم، تربیت کنیم. ما خودمون هم یک وقت همین خیلی جوان بودیم، محتاج یاری بودیم و همینطور من تا امروز فعالیت دارم. این اگر خطا نکنم این سال 7 است که من شرطنامه‌ای در روزنامه همین جمهوریت همچون شخصی بازنشسته شرطنامه‌ای فعالیت دارم. و همین عقیده راضیید که محرری انسان را، ژورنالیست را از نوشتن دور میکنه؟ اگر حوصله باشد نه، ولیکن بعضا خستگی احساس می شود، بسیار میخونی، چشم و می شود مقاله ها. بعضی موارد می شود مثلا که می نویسی، میگی که فلان چی است، فلان اون است و حتی که همون مقاله هایی که می بیارن تحریر میکنی اینها هم یک درجه وی است. از کسب اکنون دور شدن تا اندازه مفهوم دارد، ولی من فکر میکنم که وابسته به خود شخص است. اگر شخص همون یک خصوصیت تنبلی را نداشته باشه از این کار را میبرد.
ما میدانیم که شما بسیار سالها ترجمانی کرده اید، ژورنالیستیکا و ترجمانی. اگر گویند که از این دو یکی را انتخاب کن، کدامش را انتخاب میکنید؟ سوال وزنین است. من در بینشان فرق نمیگذارم. فقط همین رو میگویم که در موردی که منفعت کدامش بیشتر باشد همونش انتخاب میکنم. منفعتش بیشتر باشد همونش را انتخاب میکنم، زیرا زندگی خودش تقاضا میکند این چیز را. منفعت کدامش بیشتر است؟ من گفتم در موردش. مثلا من حاضر ژورنالیست کار میکنم، شناسا هست، شرکت های هست که من کار کردگیم در خارجه. 3 سالم اکنون به جای رسیده است. مرا ممکن که دیگه دعوت نکنن به کار ترجمانی، ولی که شما سوال دادید من باید واقعیت چه گویم. اگر مثلا دعوت کنن به مثلا صفت یا به سمت مترجم در شرکت های خارجی کار کردن، من این کار کردن نمیتونم. من برابر هر دو طرف افتادم. اگر در موردی که منفعتش کدامش منفعت بیشتر داشته باشد همونش رو میروم، گرچنده که خیلی ژورنالیست ما نستم. در بلوگ قید کردید که رباب نواخته میتوانید. سرود دوست داشتهتان زیر آهنگ رباب کدام است؟ من بیشتر 2 سرود را، یکی سرود مادر آهنگ شادروان حسین نصرالدینوف است که به نورش گرچه این خورشید خاور، فراگیرد جهان را سراسر، نمیگردد همه این برابر، و این پرقوتی با مهر مادر. حسین نصرالدین با آهنگ میخواند این سرود. و سرود دیگر هم که مادر دارد، این سرود را شادروان ظفر نازیموف میسراید. دوست میدارم و زمزمه میکنم. بی رباب هم بعضا میشود که در حالت تنهایی یا در حالت سیر یگانجا دشت سرودها را خودم با خودم زمزمه میکنم. اکنون امروز نه. سلام. عکس های شما گواهی از آن میدهند که نابی‌روایی‌تان را زیاد دوست می‌دارید. بهترین حرفی که از آنها شنیدید کدام؟ بهترین حرف این است که بابا جانم جان شیرینم اومد. خب همیشه زنده سلامت باشید. استاد به سن 70 قدم گذاشتید. سن سالی که نه همه میرسند. اگر به شما گویند که 70 سالی عمرت رو به یک جمله خلاصه کن چی میگفتید؟ زندگی شیرین است. زندگی شیرین است، میباید از زندگی کرد. و بینندگان چی گفتنی و چی تمنی داره؟ و بینندگان شبکه شما پیش از همه در این عرفه عید نوروز خوشی های زندگی رو تمنا میکنم. آرزو میکنم که خاندانشان آباد، زندگیشان خوش، طوری که میگویند آبکشان سرد و خانهشان پری گندم باشد و نوروز را خوش گذرانند. نوروز که یک جشن بسیار باستانی، یک جشن بسیار خوب است. همه کدورت و همه کینه و همه وعیهای خصلت های و گناه های بدی انسانی را، پست انسانی را عفو میکنن. میخواستم که اگر کسی کدامی که تا نوروز در قلبش نسبت به یک دوستش یا به یک رفیقش اگر کمی آزردگی داشته باشد، عذر پرسد، بخشش پرسد، از باطنش بیرون کند، باطنش را پاک سازد. پاکی این بسیار خوب است. پاک بودن برای انسان سرشت بسیار نیک است. همین را برای تمام بینندگان شبکه شما تمنا دارم. تشکر استاد. هیئت ایجادی مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که مؤسس نشریه‌های فرعش سمک آژانسی اطلاعاتی صبح نیاز است، شما را با رسیدن به این سن مبارک تهنیت گفته برایتان سلامتی، عمری دراز، نام نیک را تمنا می‌نماید. شما دید. تشکر، سلامت باشید.